معلومات مختصر در مورد امام بخاری رحمه الله و نظریات بعض علما و دانشمندان اسلام در مورد آن. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران مسلمانم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی برادران و خواهران ما خواستند که در مورد امام بخاری رحمه الله معلومات مختصر ارائه کنیم. دوستان نهایت عزیز، الله سبحانه و تعالی از امام بخاری رحمه الله راضی باشد و او را رحمت بکند. بدون شک که همیشه در هر عصر و زمان انسانهای گمراه علیه از این شخصیت قرار میگیرند و فکر میکنند که میتوانند از محبوبیت امام بخاری رحمه الله بکاهند، کم بکنند، در حالی که امام بخاری رحمه الله را الله متعال چنان عزت نصیب کرده که تمام امت اتفاق کردند که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب صحیح بخاری است و ایشان امیر المؤمنین در حدیث هستند و یه اجماع هست و اتفاق علما و امت اسلامی هست. سبحان الله. امام بخاری رحمه الله چنان یک عالم با تقوا و پرهیزگار، چنان یک شخصیت بزرگ و عظیمی بود که خودشان در کتاب خود می نویسد که هر حدیثی را که می خواستم در کتاب خود نوشته کنم، ابتدا غسل می کردم، 2 رکعت نماز می خواندم، بعد استخاره می کردم و بعد از اینکه خوب به صحت از این حدیث یقین می افتم، او را در کتاب خود، در صحیح خود ثبت می کردم. سبحان الله. یعنی این از نشانه تقوا و پرهیزگاری و علمیت ایشان بود. سبحان الله. امام بخاری رحمه الله کنیهشان ابو عبدالله هست، اسمشان محمد است، پسر اسماعیل است و همونطور پسر ابراهیم، و ایشان در حقیقت اصلیت فارسی داشتند. در شوال سال 194 هجری قمری در شهر بخارا متولد شدند و ایشان هم از طرف پدر یتیم بودند، یعنی نزد مادرشان بزرگ شدند و در سال 210 هجری به خاطر طلب حدیث و جمع‌آوری از او شروع میکنند و سفر میکنند به سرزمین های اسلامی، مسافرت میکنند، مثل از این که 6 سال تنها در حجاز اقامت کرده و همچنین وارد شام میشه و وارد مصر و همونطور جزیره و بصره و کوفه و بغداد. سبحان الله، چقدر شهرها را این میره به خاطر جمع‌آوری حدیث. امام بخاری رحمه الله بسیار حافظه قوی داشت، حافظه داشت که بسیار قوی بود، چنان که دربارهشان میگن علما که به هر کتاب نگاه میکرد، به یک نظر او را حفظ میکرد، به یک دیدن و نظر کردن کتاب حفظ میکرد امام بخاری رحمه الله. و کتاب های بسیار زیادی را تالیف کردن، نوشته کردن که الجامع الصحیح که اونمو کتاب صحیح بخاری است، الجامع الکبیر کتاب جامع کبیر، کتاب مسند الکبیر، کتاب تفسیر کبیر و چقدر کتاب های زیاد دیگر تالیف کردن. سبحان الله. یک عالم و دانشمند بسیار پرهیزگار با تقوا کسی بود که همیشه در عبادت الله مصروف و مشغول بود، همیشه تلاش میکرد که احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم را جمع‌آوری بکنند. امام احمد رحمه الله دربارش میگه که خراسان کسی را به مثل امام بخاری تحویل نداره و ابن خزیمه میگه کسی در زمین، در روی زمین، میگه به مثل امام بخاری آگاهتر به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. میگه آنقدر حافظ بود، آنقدر حافظه قوی داشت امام بخاری رحمه الله که مثلش در روی زمین دیگه میگه نیست در علم حدیث. سبحان الله. و همونطور در فقه، میگه در فقه مجتهد بود که اصلا میگه جوره نداشت مثل خود، اصلا به مانندش نبود در عصرش و کسی میگه در روی زمین مثلش نبود. کی میگه این گپا؟ سبحان الله، ابن خزیمه میگه. و همینطور از جمله علما و دانشمندای بزرگ مثل امام نووی رحمه الله در مقدمه شرح خود بر صحیح مسلم میگه که علما اتفاق دارن برای که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن 2 کتاب هست، امام بخاری و امام مسلم. میگه صحیح بخاری بزرگترین کتاب، یعنی صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم میباشد. سبحان الله. و تمام امت میگه به صحیح بودن این کتاب چی دارن؟ میگه اعتراف دارن، قبول میکنن. و کتاب صحیح بخاری میگه آنقدر فواید زیاد داره که بی حد بی اندازه. و همونطور علمای بسیار زیاد در مورد امام بخاری توصیف کردن و بسیار زیاد صحبت ها کردن که ما و شما مثل چی بگویم بر شما، شیخ الاسلام ابن تیمیه که یکی از علمایی هستند که مجدد هستند. سبحان الله. این تنها از 2 شاگردشان که
ابن قیم و ابن کثیر است که براتون بگویم با تمام اسلام اگر بگویم کافی است، این علما کافی است که استادشان شیخ الاسلام ابن تیمیه بود. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که در روی زمین اینم کتاب صحیح‌تر از امام بخاری و مسلم بعد از قرآن میگه وجود نداره، در مجموع الفتاوا میگه. سبحان الله. و همینطور امام ذهبی، سایر علما و اهل علمی که امام ناصرالدین البانی، چقدر علما و شخصیت های دیگر در مورد امام بخاری صفت میکنند، توصیف میکنند درباره شخصیت ازی، درباره علمیت ازی. اما امروز متاسفانه بعض انسان های گمراه بدبخت، کسایی که عمرشان از سرشان به طرف کفر و شرک شور میتن، میاین علیه این شخصیت جبهه میگیرن، علیه از این شخصیت استاد میشن، فکر میکنن که بر از این کدام ضرر میرسانن به نامش و به شخصیتش. نه خیر، دوگان محبوبیت از این زیاد میسازن. امام بخاری رحمه الله کسی است که تمام امت اتفاق به دارن که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کتاب ازی است. همین کافی است برش. همین علمای احناف، علمای شافعی، علمای حنبلی، علمای مالکی همه‌اش اتفاق دارن که امام بخاری رحمه الله کتابش صحیح ترین کتاب است. همین کافی است برش. سبحان الله. پس بنان به صحبتای کسی باور نکنین، گپ هر کسی را قبول نکنین. اینمی مختصرا معلومات بسیار مختصر در مورد امام بخاری بود. جزاک الله خیر.